در نگاه اول فکر کنید اینا یه سری عکس سادن از یه سری پیرمرد که قراره به زودی هم از فوتبال بازنشسته بشن. نسل جدید هیچ وقت قرار نیست بفهمن کریستیانو رونالدو یعنی چی. یعنی چی وقتی با اون شوتاش نتیجه بازی رو تغییر میداد. اون کسی بود که باعث شد عاشق فوتبال بشم. اونها هیچ وقت نمیفهمن مسی یعنی چی. یعنی چی وقتی توپ به پاش میچسبید. تا زمانی که توپ وارد دروازه نمیکرد ولکن نبود. انگار کل زمین تسلیمش میشد. اونا نمیفهمن لواندوفسکی یعنی چی. وقتی کابوس مدافعای بوندسلیگا میشد. نمیفهمن نیمار کی بود. اون پسر بچه برزیلی که با هر دریبلش لبخند روی صورتمون میکاشت. واقعیت اینه بچه‌های الان فقط رکورد میبینن، ولی ما با اینا زندگی کردیم. آره ما باهاشون بزرگ شدیم.